إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتعالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، اصل پنجم من خوندم. اصل پنجم بحث اولیای خدا، من چطور بین اولیای خدا و اولیای شیطان فرق بذاریم و بشناسیم اولیای شیطان را از اولیای خدا. همونطور که خداوند وحی میکنه بر پیامبرانش، شیاطین هم وحی میکنن بر اولیای خودشون. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم. شیاطین هم وحی میکنن، شیاطین هم برای خودشون اولیا دارن. وقتی که امام شافعی رحمه الله فتوی از یک از ائمه فکر کنم لیس اگه اشتباه نکنم میرسه که میگه که اگر کسی بر آب راه بره ولی هست، امام شافعی میگه خیر، از کجا معلوم که ولی شیطان نباشه، در هوا پرواز بخواد بکنه یا روی آب راه بره؟ از کجا معلوم که اولیای شیطان نباشه، ساحر و جادوگر نباشه؟ میگه که اینجا اصل پنجم میخواد اینو بیان بکنه: ما دجالین و کذابین و مشعوذین و جادوگران و تعویذ نویسا را از علمای ربانی و متقی خدا ترس تشخیص بدیم. فریب جادو و جنبل رو نخورین، فریب اون نمیدونم کسانی که خنجر رو برمیدارن تو شکمشون و تو بقول معروف تو زبانشون و تو دهنشون میذارن نخوریم. اون کسی که شیشه و چاقو میخوره فریبشو نخوریم، فریب جادو جنبل ها رو نخوریم. معجزه یه طرف، کرامات یه طرف، جادو جنبل یه طرف دیگه. جادو جنبل قدرت خدا داده. و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو، هاروت و ماروت، خداوند دو تا از ملائکه خودش رو فرستاد برای ابتلا و امتحان بندگانش. این کرامات شیطانه، نه کرامات خداوند. اینو باید تشخیص بدیم. کسانی که دشمن دینن از ساحرین و مشعوذین، کسانی که تعویذ می‌نویسن، دعا می‌نویسن، اینا مشعوذن، اینا نفاق دارن، اینا دجالن، اینا با جن در اون کسی که بهت میگه بز بیار برات کوه ببرن سر بزنم، یا برم نمیدونم یک بزی بیار سر برات بزنم فلان بکنم، میخواد قربانی بکنه برای جن که جن تابعش بشه، حاجتشو برآورده بکنه، این میخواد دین تو از بگیره. این شخص دشمن خداست، دشمن دین خداست. این اصل پنجمی که اینجا داره بیان میکنه. میگه کفایت در فرق گذاشتن بین اولیای خدا و اولیای غیر خدا، اولیای شیطان، کافی این آیاتی که وارد شده در سوره آل عمران: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. نگاه بکنید راه روش اون شخص پیامبر یا نه. اگر راه روش پیامبر صلی الله علیه و سلم، بس بدون که خدا را دوست داره، نمازهای سنت میخونه، قیام، تهجد. اگر دیدید شخص پایبند و دیندار و خدا ترسیه، اگر کرامتی دیدید بدونید خدا تکریمش کرده. یک مسئله فقط در بحث کرامات من بگم، حالا هرچه که اینجا جاش نیست، ابن تیمیه در کتاب واسطیه در آخر کتابش میاره بحث کرامات در زمان صحابه کم بود. شما دیدید شنیدید فلان صحابی روی آب راه بره، پرواز بکنه، فلان بکنه، نمیدونم این چیزای شنیدید؟ این چیزی که پیش خودمون میشنویم فلانی جدش اینطوری بوده و نمیدونم این نمیدونم فلان عالم اینطوری کرده و اینطوری شده، فلان سید اینطوری شده، رفته مکه و طواف کرده و برگشته. این چیزی شما از صحابه شنیدید؟ نه، نیست. صحابه نیاز نداشتن. چرا؟ چون راسخین بودن فی العلم، چون یقین داشتن. اون کسی که یقین به خدا داره نیاز نداره خداوند بیاد ایمانش رو کرامت تقویت ایمان. خداوند به اون مومنش عزت میده با اون کرامت که دلش محکم بشه، پایبند بشه، از کید شیطان و دشمن نجاتش میده. صحابه نیاز نداشتن، هرچند که برای بعضی از اصحاب رخ داد، مثل اون چیزی که برای اون صحابی رخ داد. توی مسیر تنها بود با اسبش مرد، بعد خداوند دعا کرد و خداوند اسبش زنده کرد، خداوند تکریمش کرد، نجاتش داد. ولی خب مردم دیدن، شنیدن، آوازش افتاد بله فلانی اینطوریه، برید متبرکش بشید، دست به بدنش بکشید، دعا براتون بنویسه. نه، این چیزی نبود. یا اون چیزی که برای ابو مسلم خولانی پیش اومد در مقابل اسود عنسی در یمن، آتشی برپا که او را در آتش انداخت، نجات یافت. در تابعین کرامات بیشتر داریم تا در صحابه. چرا؟ چون نیاز تابعینی که تازه مسلمان بودن، اون نبوت و معجزات نبوت رو ندیده بودن، نیاز اون تابعین بیشتر بود از صحابه. نمیدونی میگه چون نیازشون بیشتر بود خداوند اون کرامات رو بهشون میداد، قوت قلبی داشته باشن، اعتمادشون به خدا بیشتر بشه، توکلشون بیشتر بشه. ولی صحابه دیگه نیاز نداشتن، چون معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده بودن، چون به یقین رسیده بودن. پس هرچی جامعه مبتلاتر بشه، از خدا دورتر بشه، خداوند اون مؤمن متقی، ولی اون مؤمن متقی را کرامت میده، ولی کرامت برای نجاتش.
کرامت برای نصرتش، نه برای اینکه اون کرامتش را در میزان معجزه قرار بدیم، مساوی و موازی معجزه قرار بدیم. بعضی ها شأن اولیاء را بالا میبرن، حتی از درجه نبوت هم بالاتر میبرن، از درجه پیامبری هم بالاتر میبرن. اونقدر که از ولی میترسن، از خدا نمیترسن. هر حرامی مرتکب میشه، ولی اگر کنار زیارت اومدی، از کنار رد شد، نکن اون زیارت اگر اسم اون یا اون ولی را بدی آوردی، نگاه امشب خدا تو را میگیره، فلان میشی، یا اون ولی تو را میگیره، اون نمیدونه اون سید تو را میگیره، فلان میشی، اینطوری میشه، اونطوری میشی. هیچ اساسی هم نداره. و شاید هم قضیه رخ بده، شیاطین با همراهان خودش شاید اون شخص هم مبتلا بکنن. شاید شخصی مثلا بدگویی یا مثلا کاری انجام بده، بقول مرو اذیت مثلا اون شخصی را بکنه که اهل جادو و جنبله، و اون کسی که جادوگر جنیان خودش را بفرسته که اون شخص آزار و اذیت ببینه. و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الجن والانس، شیاطین جن و انس دشمنان مؤمنین. شاید دست به یکی بکنن دشمنان دین خدا که مؤمن اذیت بشه. بعد میگه آیه دیگری رو اینجا یاد میکنه، میگه یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. این آیه ربطی به آیه قبلی داره. کسی که مرتد بشه، خدا به قومی میره خدا رو دوست داره، خدا اونا رو دوست داره. نشانه دوست داشتن خدا چیه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بعد خدا در دنباله همین آیه، اینجا تو نسخه من که نیست ولی خب اصل آیه هست، اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. با مؤمنین کوتاه میان، ذلیلن، هیچ وقت عداوت و دشمنی با مؤمن نمیکنن، بلکه که با دشمنان دین خدا میجنگن، مبارزه میکنن، همدست میشن برای مبارزه با کسانی که دشمن دین خدا. الان شما نگاه بکنید، برعکس شده قضیه. اگر گفتی این توحید، این اخلاص در توحید، اخلاص در عبادت، این شرک، فوراً دست به یکی میشه با دشمنان دین خداوند، یا توطئه میکنه بر علیهت، چند تا دروغ هم پشت سر هم میکنه برای تخریب شخصیتت، یا به هر نوع اذیت و آزاری که از دستش بر بیاد. خدا گذاشته مؤمنینی که خدا را دوست دارن، این که بر کفار شدید باشد، این بر مؤمنین شدیده. مگر این شخص غیر از این میگه که خداوند یکتا را بپرستیم، چرا باش دشمنی میکنیم؟ قال و آیه بیونس و هو قوله الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء خدا اونایی که دچار غم و اندوه نمیشن، اونا چی ان بس بشون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، اونایی که ایمان به خدا آوردن و تقوا داشتن، متقی، حلال و حرامشو میدونه، اموال مردم به باطل نمیخوره. اون جادوگر که بزدت میخواه و نمیدونم شطور ازت میخواه که بیار برات زد بکنم، خروس بیار، مرغ بیار، فلان بیار، پول بیار، اینقدر بیار، این شخص دنیا دوست که دینشو فروخته به خاطر دنیا، بدون که کاسه زیر نیم کاسه هست، بدون که این متقی نیست، اموال مردم را به باطل داره میخوره. اون شخص صاحب طریقتی که نشسته فقط به اسم اذکار داره رقص میکنه توی مسجد و دهل و نمیدونم دنبل میزنه، بدون که کاسه زیر نیم کاسه هست. علامت عالم حقیقی تهجده، علامت عالم حقیقی پایبندی به سنت، پایبندی به نمازها هست. این فرق بین مؤمن حقیقی که اولیای خداست و اون کسی که اولیای شیطان. میگه ثم صار الامر عند اكثر من يدعي العلم انه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان الاولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول. میگه تا جای رسید بعد از غلات تصوف که گفتن هدایت در چیه؟ اونایی که مثلا اشاره بهشون میشه که اهل دینن، اهل علم، هدایت در چیه؟ اینی که انسان تابع دین پیامبر صلی الله علیه و آله نشه، نماز رو رها بکنه. و من تبعهم فلیس منه، اگر کسی رفت با مردم نماز خون، اون دیگه اولیاء نیست. ولا بد من ترک الجهاد فمن جاهد فلیس منهم، اگر کسی باید جهاد ترک بشه، اگر کسی جهاد رفت دیگه مؤمن نیست، ولی نیست. فکر نکنید این محمد وهاب این قضیه رو 250 سال میگه خودش داره در میاره و یه چیزایی از غیب میگه. بودن این علمای سو، بودن، انجام میدادن و همچنان هم هستن. میگه 100 سال قبل در هند اون غلام میرزا احمد قادیانی میگه اول ادعای مهدویت نکرد، بعد نگفت من عیسام، میگه بعد نگفت من پیامبرم. چی گفت؟ گفت رسول الله گفته، خداوند گفته خاتم النبیین، خاتم یعنی انگشتر، این انگشتر پیامبران، اینم انگشتر پیامبران به دست من شده. رسول الله صلی الله علیه و گفته لا نبی بعدی، لا یعنی من پیامبر الله هستم، منم پیامبر بعد از پیامبر، لا پیامبر الله نبی بعد از من است. حدیث رو تحریف کرد، لا نبی، گفت لا نبیون
بعدی لا نبی، منم من لا پیامبر الله هستم.